مأموریت رشته بیولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان شام ششم یول با اندوه گران از مرگ نوبهنگام آموزگار ارشد کافدرای بیولوژی عمومی و متدیکای تعلیمی بیولوژیا میرزاروف کامران عزت‌اللهویچ در سن همگی 32 خبر داد. به نزدیکان مرحوم صبر جمیل خواسته است درباره علت مرگ کامران میرزاروف در چنین سن جوان در نامه تعزیه سردار فاکولته چیزی گفته نشده است. کامران میرزاروف 14 اکتبر سال 1989 در دهه محور ناحیه میر سید علی همدانی ولایت ختلان به دنیا آمده. سال 2012 دانشگاه دولتی کولو به نام ابو عبدالله رودکی را ختم کرده است. او سالهای 2012 به طریق کواتا به اسپرانتور دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده و همچون اسیستنت کافدرای متدیکای تعلیمی بیولوژیا فاکولته بیولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی به کار شروع نموده است. از سال 2015 تا دم مرگش همچون معلم کلان کافدره فعالیت داشت. کامران میرزاروف با افتخارنامه فخری ریاست دانشگاه و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شده است. اینچنین سال 2018 با نشان سر سینگی اعلاچی معارف و علم تاجیکستان قدردانی گردیده است.